رسول الله رسول الله رسول الله. همیشه علما کلش حق پرست نیست، باطل پرست علما وجود دارد. یک، پس هر لنگی سفید آدم گپیش قبول نمیکنه. چرا؟ به خاطر که معلوم نشده که حق پرست است یا باطل پرست. این تابع حق است ولو که سرش بریده شود، یا نیکی مصلحت خود به نظر میگیره. روزگاری که از حق سوال میشه و حق گنگ میسازه و حق گنگ رو میسازه. چطور است؟ جوانا آمده زانو زده ده مولوی صاحب میگه رفلیدن چطور است؟ میکنه خلاص میگه پنهان میگه که اصلا کتاب آمده خوب ای گپ خیلی کش نمیگه، بازی گپ دیگه خود سخت میگه. این وطن چی است؟ بگه مذهب حنفی است. در اینجا این کارا کردن مناسب نیست که اختلاف پیدا میشه. خلاص چقدر این گپی خود واضح میگه، سخت میگه که ریش سفیدان بشنوه. خب گپه که اولی خود که گفت که بله در حدیث است او را بسیار آراسته میگه که ریش سفیدان نشنوه. خود دیگه اینجا ببینی ریش سفیدان را خوش کرد که والا مناسب کو یارا خوب کو دیدن کرد. اونه گفت برادر او ریش سفید امی تو که برای آلی بیرون برد میگه کسی کو عالم برد نگفت که امی کارا نکنه که نفاق پیدا میشه. هیچ کسی نیست که بگوید که امی مولی صاحب بریم پرسان کنیم که امیر فلیدین سبب نفاق است. سبب بشناسه مولی صاحب یعنی اول از سبب پرسان میکنیم. آب سیراب میکنه آدم، الله تبارک و تعالی آب سبب کشتن تشنگی یا سیراب کردن پیدا کرده. این سبب است. در این مسجدم که بخورم یا آب سبب است. بگوید در چین که بخورم یا آدم سیراب میکنه، در امریکا بخورم، در شوروی بخورم، در هر جا. همین سبب است یا نیست؟ ها؟ سبب است. عجیب است. سبب تو چی رقم است که رفریدن در افغانستان اختلاف پیدا میکنه، در عربستان نیست. در اینجا در مسجد پانتون کمپنی نیست این سبب اختلاف. خود در مسجد تو سبب اختلاف است. یک چیز سبب شو هر جای سبب میباشه یا یک جای میباشه. سبب ولی شناختی؟ سبب میشناسی؟ چیزی که سبب باشه سبب ولی بشناسی. این بیچاره تالی را معنی سبب نمیفهمه. اگر این سبب اختلاف باشه خود این مسجد سبب اختلاف شد. در عربستان خب یکی سبب اختلاف شد، لیکن اون سبب اتفاق است، اختلاف نیست. او بی خبر از این که تو نسبت سببی رفریدن که سنت رسول الله را سبب اختلاف گرفتی و هو خیر سنت های پیغمبر دیگر بگوی چی را تولید میکنه؟ اختلافات. پیغمبر برای همزی آمده که مردم مختلف شود دیگر. نسبت چی را به پیغمبر کرده؟ اگر گپی خود بفهمه قریب کافر میشه. خود قریب کافر است. ما صراحتا نمیگم ولیکن خودش که تحقیق کنه کافر میشه. اگر صراحتا کسی نسبت سنت رسول الله را به اختلاف بکنه کافر است. یا بدانی گپ یادی نیست، مناسب بگوید، لیکن این گپ بسیار عظیم است. توبه قوی باید بکشه زود خط بینی در خواب بینی خود بمانه بگوید که یا الله بسیار خطا کردیم، اشتباه کردیم. سنت پیغمبر چطور سبب اختلاف تو میدانی؟ تو نمیگی. الفجر قد بانا وسيروا بشروا الدنيا أن الفجر قد بانا أن الفجر قد بانا رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا.